یه ماشین دانگفنگه که خیلی سیستم جالبی اجرا کردن، که البته توی کامنت هم یکی از دوستان پرسیده بود که حساب می‌خوایم دانگفنگ بگیریم و اینا. این ماشین با مشکل ریتارد به ما مراجعه کرد. ما کارمون ولوو رنوه، ولی حالا ریتاردی که روی این ماشین گذاشتن، گیربکس که روی این ماشین گذاشتن رنویی، حالا فیلم الان نشون میدم. یه چیز جالبی که داره این ماشین دیفرانسیلش رنوی 460 اگه اضافه کنید بالون این هم جلوهای رنوی و گیربکس دقیقه 16 سرعته، یعنی 8 چندی اووردار، دوره های اینتاردر 5 زمانه و این هم گاردون رنوی. اتاق بالون سطحیان ماشین تعریف شده و پمپی شده. یه نکته جالب دیگه ای که کار کردن روی این کولر ظاهرا ضعیفه و من اطلاع دقیقی ندارم. یه کولر مجزا برش کشیدن، تاخوگراف روش گذاشتن، سیم کشی سنسور کیلومتر برش انجام دادن. این تاخوگراف مستقیم به سنسور کیلومتر وصله. یه برد ویکل روش گذاشتن که به حساب این عملیات ریتاردگیری و کروز رو هم براش انجام میده. البته نه به اون صورت کروز، شما رو هر سرعتی که ریتارد بکشی بالاتر از اون رو دیگه نمیذاره بره، یه جوری سرپاینی اینا به کمکش میاد. خلاصه خیلی تمیز کار کرده بودن. این فیلم رو گرفتم که شما هم ببینید، واقعا تمیز کار کردن.